من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. از این آیه به بعد خداوند تعالی شبهاتی را و اشکالاتی را که از طرف یهود یا بقیه مخالفان وارد می شدند اون شبهات را و اون سوالات را پاسخ می دهند و جواب می دهند. یکی از شبهات یهود در رابطه با تحویل قبله هست. استحضار دارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه طیبه تشریف آوردند ابتداءً رو به طرف بیت المقدس نماز می خواندند. دستور رسیده بود که به طرف بیت المقدس نماز بخوانند. 16 الی 17 ماه نماز به طرف بیت المقدس خوانده شد و بعد از آن الله عزوجل دستور دادند که به طرف بیت الله نماز بخوانند. اما قبل از اینکه این دستور صادر بشه از آنجایی که رب العالمین عالم الغیب هست و همه امراض مخالفان را میداند اشکالاتی که بناس اونها وارد بکنند الله خبر دارد لذا پیشا پیش خداوند تعالی فرمود که اینها در رابطه با قبله اعتراض میکنند و درباره قبله از شما سوال میکنند لذا این جواب را و این پاسخ را عنایت بفرمایید. بنابراین علما معتقدند مفسران معتقدند که سیقول السفهاء چه زمانی الله تعالی آیات را نازل فرمود هنوز اعتراضات وارد نشده بود، هنوز اصلا دستور تحویل قبله داده نشده. گرچه بعضی ها معتقدند که
بعد از اینکه دستور تحویل قبله شد این آیه نازل شد. اما محققین بر این اعتقادند که نه، قبل از اینکه دستور صادر بشه هنوز دستور تحویل قبله نبود. الله تعالی پیشا پیش فرمود سیقول السفهاء. سیقول ظاهر فی الاستقبال، ظاهر هست در رابطه با چی هست؟ استقبال هست، آینده هست. سیقول ظاهر فی الاستقبال و انه اخبار من الله تعالی بنبیه صلی الله علیه و سلم. این عبارت مال علامه اندلسی هست. حاصل و خلاصه این عبارت اینه که هنوز دستور تحویل قبله نشده بود. پیشا پیش خداوند پیشگویی فرمودند که آنان اعتراض میکنند ای رسول الله و شما اعتراضشان را اینگونه پاسخ بدهید. و انه اخبار من الله تعالی بنبیه صلی الله علیه و سلم انه یصدر منهم هذا القول في المستقبل. الله تعالی به نبیش صلی الله علیه و سلم می فرماید که این قول در مستقبل از اونها چی می شود؟ صادر میشه. در آینده نزدیک این قول صادر میشه، این اعتراض را خواهند کرد. و ذلك قبل ان یؤمروا باستقبال القبله. هنوز دستور استقبال قبله صادر نشده بود. قبل از اینکه دستور استقبال قبله صادر بشه الله تعالی می فرماید بحر المحیط. لذا الله می فرماید سیقول السفهاء. ان قریب سفها می گویند، جمع سفیه هست، سفیه احمق را می گویند، کسی که عقل و خردش کم باشد. مراد السفها تفسیر کبیر گفته یهود، منافقین، مشرکین. یهود و منافقین و مشرکین اعتراض خواهند کرد. سفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم مثل مقوله سفها. اونها چی خواهند گفت؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي، چه چیزی اینها را برگرداند از قبله شان. قبله بیت المقدس. از قبله شان التي كانوا عليها، که بودند بر آن قبله. آن قبله که بر آن قبله بودند چه چیزی باعث شد که اینها از اون قبله روی بگردانند به سمت سوی دیگر؟ خداوند پاسخ میده، جواب میده، اما دو تا جواب هست. یک جواب اجمالی هست، یک جواب تفصیلی هست. ابتداءً جواب اول اجمالی بنویسید، قل لله المشرق. جواب اول اجمالی. الله می فرماید قل لله المشرق والمغرب. برای الله است، بگو برای الله است مشرق و مغرب. به هر سمت و سویی که الله دستور بده از آن الله است. همه جهت ها مال الله است. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. این علت این جواب هست، علت جواب اجمالی. یهدی من یشاء، خداوند کسی را که بخواهد راهنمایی می فرماید، هدایت می فرماید به صراط مستقیم. لذا خداوند شما را دستور داده، خدا که دستور داده، خدا که راهنمایی کرده، لذا کسی اعتراض ندارد. پیغمبر خداست، ارتباط مستقیم از طریق وحی با خدا دارد. و كذلك جعلناكم. خب ببینید یهدی من یشاء الى صراط مستقیم کیه؟ امت رسول الله است، امت محمدی هست که خداوند او را به صراط مستقیم راهنمایی کرده. اما اینجا که در رابطه با امت آمد یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اکنون جمله معترضه هست بر فضیلت امت. بحث قبله هنوز ادامه داره، ولی چین که در وسط آمد یهدی من یشاء، لذا و كذلك جعلناکم جمله معترضه فضیلت امت محمدی. الله تعالی می فرماید
و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همچنین الله تعالی شما را قرار داد امت وسطی. ببینید کاف را عموما در کذالک اساتید ما میفرمایند کاف لبیان الکمال. کاف لبیان الکمال معنیش چیه؟ یعنی این که شما را امت میانه قرار داد این از کمال هست. این چی هست؟ از کمال هست و الله عزوجل بر شما احسان کرد، شما را امت وسط قرار داد. امت وسط معنیش هست افضل، خیر، یعنی بهترین امت، افضل ترین امت. و بعضی گفتن وسط به معنی عدل، عادل ترین امت، که تو این امت چی هست؟ اعتدال هست، افراط نیست، تفریط نیست. لذا الله شما را که هدایت فرمود الی صراط مستقیم، چون شما را قرار داد امت معتدل، امت میانه، امت افضل و بهتر. لتكونوا شهداء علی الناس، تاکه شما باشید گواه بر مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول باشد بر شما شهید، بر شما گواه. ببینید اینجا دو معنا می کنم شهدا یا شهید را. یکی این که شهید به معنای گوینده، شهید به معنی چی هست؟ گوینده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. شاهدا یک معنیش این است که شما در این آیه معنیش این است که شما بیان کننده هستی برای مردم. انا ارسلناک شاهدا، شاهدا معنیش چی هست؟ اینکه شما بیان کننده هستید برای مردم. اینجا هم لتکونوا شهدا، ای امت شما بیان میکنید مسئله توحید را، مسئله حق را برای بقیه مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول بر شما گوینده هست، بیان کننده هست. یک معنی این است. این معنی را شیخنا مولانا حسین علی رحمه الله فرمودند از شاهدان گرفتن. متوجه هستید؟ چون که اینجا اهل باطل، مبتدعه و خرافاتی ها میگن شهید به معنی حاضر و ناظر. و یکون الرسول شهیدا، پیغمبر چه زمانی میتواند بر شما شهید باشد، شاهد باشد؟ زمانی که حاضر و ناظر بر اعمال شما باشد، اعمال شما را ببیند، از احوال شما خبر داشته باشد، اطلاعات دقیق داشته باشد. اون زمان پیغمبر میتواند چی؟ میتواند که برای شما گواه باشد. برای شما چی باشد؟ گواه باشد. لذا شهید به معنای حاضر و ناظر هست. اولا در جواب و پاسخ عرض میکنیم که شهید به معنای هر جا گواه نیست، شهید به معنای بیان کننده هم هست. رسول الله را که شهید میگن به این خاطر که بیان کننده. و الا اگر شهید به معنای حاضر و ناظر باشد، پس اون صفت برای امت هم آمده، لتکونوا شهداء علی الناس. پس شما هم حاضر و ناظر، چون شما بر مردم چیکار میکنید؟ گواهی میدهید، اعمال مردم را گواهی میدهید. پس شما هم شدید چی؟ حاضر و ناظر شدید، در حالی که به اون معنی هرگز نیست. اما معنی دوم همین که بنده عرض کردم به معنی گواه. اگر به معنی گواه باشد، خب به معنی بیان کننده باشد، امر به معروف و نهی از منکر، خب به اون معنی که اشکالی نیست. هم رسول الله وظیفش اینه به شما رسانیده و فرمود که فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. به همه امت دستور داد که ای امت من رسانیدم به شما، شما هم برسانید. اما اگر به معنی گواه باشد، مطلبش چیه؟ تفسیرش چیه؟
من این تفسیرش را از روی حدیث شریف خدمت شما عرض می کنم. روایتی داریم که در می آید در صحیح بخاری هست غالبا، که در روز قیامت انبیاء خدا غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم با امتان خودشون جمع میشند و از امتی های خودشون شکایت میکنند: بار الها اینها به سخن ما گوش نکردند، به حرف ما توجه نکردند، تمرد کردند، شرک کردند، کفر را ادامه دادند. امتها انکار میکنند. امتها که انکار میکنند از انبیا گواه خواسته میشه، شاهد میخواند. انبیا میگویند که شاهد و گواه ما امت محمد صلی الله علیه و سلم بود. امت محمد حاضر میشه: بار اله درسته، قوم نوح به حرف نوح عمل نکرد، قوم صالح به سخن حضرت صالح اعتماد نکرد، گوش نکرد، عمل نکرد. اون وقت از امت محمد سوال میشه که شما از کجا میدونید؟ شما که حضور نداشتید. ببینید ما حاضر و ناظر نبودیم، شما که حضور نداشتید. اون وقت اینها میگویند که به ما پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم گفته. اون وقت پیغمبر را میپرسند در رابطه با شهادت امت. رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میده و به عنوان مزکی اونجا اعلام میکنه که اون چی که امت من میگه درسته. ببینید الفاظ حدیث را بخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث صحیح بخاری هست: یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه. در روز قیامت سیدنا نوح را می آورند. فیقال له هل بلغت؟ به نوح گفته میشه از سوی خداوند: ای نوح، آیا پیام خدا را رسانیدی؟ هل بلغت؟ بله. فیقول بلغت، نعم یا رب، رسانیدم پروردگارا. فیسأل امته هل بلغکم؟ از امت نوح میپرسند: آیا نوح به شما پیام الهی را رسوند؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر. میگویند هیچ نذیری نیامد پیش ما، کسی که ما را از عذاب تو بترساند از این روز سخت خدای ما خبر نداشتیم. فیقال من شهودک؟ نوح را میپرسند: ای نوح، گواهان تو کیه؟ فیقول محمد و امته، محمد صلی الله علیه و سلم، و امته، محمد و امتش هست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: فیجاء بکم فتشهدون. شما را می آورند، شما گواهی می دهید. شما را می آورند، شما گواهی می دهید. صحیح بخاری. پس ببینید که شهید اگر به معنی گواه باشد، پس معنیش اینه: گواه بر امتهای دیگر، نه اینکه حاضر و ناظر، نه اینکه سمیع و بصیر. اون صفت خداوند عزوجل هست. علامه ابن جریر هم میگوید که لتكونوا شهداء على الناس، ای لتكون هذه الامه شهداء على الناس ان الرسل قد بلغتكم ويكون الرسول على هذه الامه شهيدا ان قد بلغ ما ارسل به. که من محمد به شما رسانیدم، من محمد به شما گفتم که بقیه رسول رسالت خودشون را چی کردند؟ انجام دادند. پس شهید به این معنی هست، شهید به معنی حاضر و ناظر نیست. پس الله می فرماید: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ما شما را بهترین امت قرار دادیم، امت میانه قرار دادیم. لتكونوا شهداء على الناس،
تا که شما شاهد باشید، گواه باشید بر مردم، یعنی بر امتان دیگر انبیا. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول صلی الله علیه و سلم بر شما گواه باشد. معالم التنزیل نوشته مزکیا، رسول الله گواهی شما را تایید بکند، مهر تایید بزند. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. الله می فرماید این جواب دوم تحویل قبله و علت دوم هست و تفصیل علت اول است، جواب تفصیلی هست. اینجا خداوند پاسخ میده، جواب میده که ای رسول الله، ما قبله را چرا تحویل کردیم؟ اون قبله‌ای که کنت علیها، اون قبله‌ای که شما بر اون قبله بودید، به خاطر اینکه بدانیم که چه کسانی از شما پیروی میکنند. بدانیم معنیش اینه، خداوند که میداند. لنعلم قبلا گفتیم وقتی که علم به سوی خداوند منسوب باشد معنیش چی میشه؟ ظهور، به معنی ظهور. الا لنعلم ای الا لنظهر، ما ظاهر بکنیم، آشکار بکنیم. پس علت تحویل قبله این بود. ببینید تمام انبیاء خدا اکثرا قبلهشان صخره بود، بیت المقدس بود. الله تعالی ابتداءً به پیغمبرش هم دستور داد که به طرف بیت المقدس نماز بخواند. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه یهود، نصارا، اینها وقتی که موافقتش پیغمبر را با خودشون ببینن، موافقت در اصول که هست، کتابها همه یک مطلب را و یک مفهوم را بیان میکنن، وقتی که در قبله هم ببینن مثل ما هست، لذا اعتماد بکنند، ایمان بیاورند. پس تحویل قبله برای این هست که مردم ایمان بیاورند. اما کسانی که ایمان آوردند، ایمان آوردند. کسانی که عناد کردند، بر عنادشان ماندند. لذا بعداً خداوند دستور داد که به طرف کعبه و بیت الله که قبله اصلی این امت است، به طرف بیت الله، چون این امت متبع واقعی ابراهیم هست و باید نهایتا و عاقبتا به سوی کعبت الله نماز بخواند. لذا الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم قبله که کنت علیها، شما بر آن قبله بودید، الا لنعلم، مگر تا اینکه ما ظاهر بکنیم، من یتبع الرسول، چه کسی پیروی میکند رسول را، ممن ینقلب علی عقبیه، از اون کسانی که بر میگردند به پشت سر. یعنی بعضی ها میگویند هر چی که تو بگویی آمنا و سلمنا، دیروز میگفتی به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، امروز میگویی به طرف بیت الله نماز بخوانید، میخوانیم. اما یک گروه که میگویند پس قبله عوض شد، ما هم بر میگردیم از این دین. ممن ینقلب علی عقبیه، خداوند متبعین را از کسانی که بر میگردند چی بکند؟ ظاهر بکند. و این کانت لکبیرتا، گرچه بزرگ بود، لکبیرتا ای لثقیلتا، سنگین بود تحویل قبله. و این کانت لکبیرتا الا علی الذین هدى الله، سنگین بود مگر بر کسانی که خداوند اونها را چی کرده؟ هداهم الله، هدى الله ای هداهم الله، خداوند اونها را هدایت کرده. یعنی مؤمنین متقنین بر اونها سنگین نبود، چون اونها تابع محض هستند، در بست در اختیار خدا و رسول، هر جا که خدا بگه. اما بعضی دیگر بر اونها تحویل قبله چی بود؟ سنگین بود. ولی الله عزوجل این دستور را صادر فرمود. خب کسانی که الان اینجا سوالی هست، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، اون سوال را جواب میده. در دل صحابه آمد که ما 16-17 ماه به طرف بیت المقدس نماز بخواندیم، امروز دستور رسید که به طرف بیت الله نماز بخوانیم.
برادران ما، عزیزان ما که قبل از این درگذشتند، فوت کردند، رفتن به دیار باقی، اونها که این همه نماز خوندن، نماز اونها هم چی میشه؟ تکلیف نماز اونها آیا باطله؟ ضایع هست؟ قبول نیست؟ چون که به طرف قبله اصلی نبوده. الله می فرماید وما كان الله ليضيع ایمانکم، الله ضایع نمی فرماید ایمان شما را. ایمان اینجا به معنی صلات است، همه مفسران نوشتند ایمان به معنی چی هست؟ صلات است. خداوند نماز شما را ضایع نمی کند. اون هم به دستور خدا بوده، این هم به دستور خداست. علت چیه که خدا قبول میکنه هر چیز را از شما؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. بدون شک الله عزوجل نسبت به مردم رؤوف هست و مهربان هست. رأفت و لطف الله نسبت به مردم بسیار زیاد و مهربانی خدا هم بسیار زیاد. خب این دستور تحویل قبله بود. اما بعد از این عرض کردم این آیات پیشا پیش نازل شد، هنوز قبله تحویل نشده بود. خداوند عبارت علامه اندلسی را در بحر المحیط خواندم براتون که هنوز دستور صادر نشد. خداوند فرمود که ان قریب سفها و حمقا میگویند چرا این پیغمبر قبله را عوض کرد؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شد که دستور تحویل قبله چیه؟ نزدیک است. لذا آن حضرت مشتاق بود، قبله ابراهیمی بود، بیت الله بود. رسول الله بار بار به طرف آسمان نگاه میکرد، انتظار مسافر را داشت، انتظار جبرائیل را داشت کی بیاید و دستور صادر بشه زودتر به طرف بیت الله نماز بخوانیم. الله تعالی اون منظره را به تصویر می کشد. الله می فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء، به درستی ما می بینیم تقلب، گشتن چهرهت را به آسمان، بار بار نگاه کردنت را به آسمان. تقلب میگویند گاهی در ریگستان ریگ خیلی داغ باشد، مار وقتی که بر ریگ قرار دارد و بدنش میسوزد، این طرف اون طرف خودش را چکار میکند؟ میغلطاند. بیتاب هست از چی؟ از تابش خورشید، از گرمای ریگستان. تقلب الشیء ظهر البطن كالحیة تتقلب في الرمضاء، یعنی انسان این طرف اون طرف خودش را چی بکند؟ برگرداند، مثل اون ماری که در عرض کنم تابستان در ریگستان هست. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیتاب بود، بیقرار بود. الله تعالی اون بیقراری را تعبیر می کند به تقلب. الله می فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء، بدرستی ما می بینیم تقلب وجهك، بار بار نگاه کردن چهره را به آسمان. لذا الله وعده میده، هنوز دستور صادر نشده. فلنولینک قبلة ترضاها، حتما ما برمیگردانیم شما را، چهره شما را، قبلة، به اون قبله‌ای که ترضاها، تو او را میپسندی، دوستش داری. اینجا وعده تحویل است. فلنولینک بنویسید وعده تحویل. فول وجهک ایفای وعده. اکنون خداوند اون وعده را ایفا میکند، دستور میده. فول وجهک شطر المسجد الحرام، شما برگردانید چهره تون را به طرف مسجد حرام، به طرف مسجد حرام. این مسئله فقهی را اینجا ملاحظه بفرمایید که خداوند نفرمود چهره را به طرف کعبة الله برگردان. ببین کعبة الله فرق میکنه با مسجد حرام. کعبه به هر حال اون بیت الله هست و بس، اما مسجد حرام تمام اون مسجد و مسجد الحرام که به اندازه مساحت هزاران متر مربع هست،
همه اون مسجد الحرام است. پس اگر میگفت فول وجهک شطر الكعبه شطر البیت، اون وقت بر مردم لازم بود که کاملا عین کعبه را چکار بکنند؟ قبله قرار بدند و کاملا به طرف کعبه. اون مشکل میشد. چنانچه کسانی که الان در مسجد الحرام نماز بخوانند، داخل مسجد الحرام باشند، اونها با توجه به اینکه برایشون مشکل نیست، اونها باید رویشون را به چه سمتی بگردانند؟ به طرف عین کعبه. اما برای ماهایی که بیرون هستیم، به طرف ما همون جانب مسجد حرام کافی. جانب مسجد حرام و جهت مسجد حرام چی هست؟ کفایت میکند. به این خاطر خود کعبه را نام نبرد، بلکه چی را؟ مسجد حرام را. الله می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، شما چهرهت را برگردان به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم، تأکید هست برای تعمیم، یعنی منحصر به شهر مدینه نیست، هر جا بودید، هر جا بودید. و همچنین دستور مخصوص رسول الله نیست، شما امت را هم شامل میشه. هر جا بودید فول وجوهکم شطره، شما امتی ها، شما مسلمانان برگردانی چهره تان را شطره به جانب مسجد حرام. برای اعتراضات و به طرف اعتراضات یهود توجه هم نکنید. رب العالمین می فرماید و ان الذین اوتوا الکتاب، به درستی که کسانی که داده شدن کتاب، لیعلمون انه الحق من ربهم، آنها یقین دارند، آنها میدانند که این تحویل قبله حق است از جانب رب شما، از جانب ربشان. و ما الله بغافل عما یعملون، نیست رب العالمین غافل از آنچه که آنها عمل میکنند. چی میکنند؟ من کتمان الحق بنویس، من کتمان الحق، این که حق را کتمان میکنند خدا غافل نیست، اونها میدونن. ببینید مفسران بزرگوار نوشتند که اهل کتاب میدانستند خداوند به اونها گفته بود در کتابهایشان، در تورات، در انجیل، که نبی خاتم و پیامبر خاتم وقتی که مبعوث بشه به هر دو قبله، به طرف هر دو قبله نماز میخواند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا ابد به طرف بیت المقدس نماز میخواند، اون وقت اونها اعتراض میکردند، میگفتند که چی؟ این پیغمبر چرا به طرف بیت الله قبله ابراهیمی نماز نمیخواند؟ پس این پیغمبر اون پیغمبر موعود نیست، چون در کتاب ما هست که هم به طرف بیت المقدس نماز میخواند و هم به طرف قبله ابراهیمی نماز میخواند. پس معلوم میشه که اون پیغمبر نیست. لذا اکنون که 16-17 ماه نماز بخوند به طرف بیت المقدس و بعد از اون دستور داده بشه به طرف بیت الله، اون وعده‌ای که در تورات و انجیل هست اون وعده محقق میشه. پس الله میفرماید اینها میدانند ولی کتمان میکنند. و ما الله بغافل عما یعملون، اونها که کتمان میکنند خداوند از کتمانشان غافل نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، خداوند تعالی اینجا هم زجر بیان میفرماید بر مخالفین و هم عنادشون را بیان میکند که ای پیغمبر شما هر دلیلی بیارید اینا تابع قبله شما نیستند. پس شما زیاد خودت را نگران نکن و از این بعد به دنبال اینها، تابع اینها نباش، به حرف اینها توجه نکن. الله می فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر بیایی شما پیش کسانی که کتاب داده شدن، بیایی یعنی بیاوری بكل آیت، هر آیه، هر نشانی، هر حجتی، ما تبعوا قبلتک،
اونها پیرو قبله تو نخواهند بود. اونها میدونند که قبله تو قبله ابراهیم است، ولی بر قبله خودشون هم تعصب بیجاه دارند. و ما انت بتابع قبلتهم، شما هم تابع قبله اونها نیستید. شما هم تابع قبله اونها نیستی. از این به بعد شما هم به طرف اون بیت المقدس نماز نخون. و ما بعضهم بتابع قبلة بعض، بعضشان هم تابع قبلت بعض نیستند. همه اونها با هم هماهنگ هم نیستند. یهود به طرف بیت المقدس، مسیحیان به طرف زادگاه عیسی علیه السلام. لذا شما از ربت اطاعت کن، از اونها و از خواهشات اونها و از آراء کج اونها و منحرف اونها. دیروز اهواء را تفسیر کردیم که اهواءهم آراءهم المنحرفه الزائغه، آراء منحرف و کج کوج اونها اتباع نکن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر پیروی کردی از خواهشات اونها، از آراء کج اونها، منحرف اونها، بعد از اینکه علم پیش شما آمد، انک اذا لمن الظالمین، به درستی که شما در این هنگام از ظالمین خواهی بود. از ظالمین ای الدافعین الباطل مکان الحق، شما باطل را قرار دادید به جای حق. این ظلم هست، پس پیروی نکن، اصلا گوش نکن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، خداوند میفرماید اونها خوب میشناسند. الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم. یعرفونه، میشناسند پیغمبر را. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که میشناسند فرزندان خودشون را. ببینید این تفسیر که عرض کردم، عامه مفسران همین تفسیر را کردند که ای پیغمبر، اونها میدانند شما به حق هستید، میدانند شما پیامبر خدا هستید. الذين آتیناهم الكتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم. یعرفونه، مرجع ضمیر یعرفونه کجاست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونها رسول الله را میشناسند. کما یعرفون ابناءهم، چنانچه میشناسند فرزندان خودشون را. و روایتی هم هست از عبدالله ابن سلام، عالم یهودی که مسلمان شد. عبدالله ابن سلام میگوید که اگر در میان 50 تا بچه من باشد، چطور من میشناسم که اون بچه من هست؟ لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم را از اینم بیشتر میشناسم، تشخیص میدم با علائمی که در تورات خواندم که این پیغمبر خداست. اما اینجا شیخنا مولانا حسین علی رحمه الله میفرماید یعرفونه، این مرجع ضمیر تحویل قبله هست، چون بحث تحویل قبله هست. ما قبل این آیه هم درباره قبله، ما بعد آیه هم درباره چی هست؟ قبله هست. بس معنی اینطور میشه بر اساس تفسیرشان که کسانی که ما به اونها کتاب دادیم، یعرفونه، میدانند و میشناسند این مسئله تحویل قبله را. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. متوجه شدید؟ اما اگر میشناسند چه قبله را چه رسول الله را، پس چرا نمیگند؟ الله میفرماید و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، همان گروهی از آنها کتمان میکنند حق را، حق پوشی میکنند. و هم یعلمون، آنها میدانند واقعیت را. خب کتمان میکنند اشکالی ندارد. الله میفرماید حق از جانب رب هست، رب بیانش میکند آشکارا. شما شک نکن، شما به مسیرت ادامه بده. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب پروردگار تو هست، هرگز نباش از شک کنندگان، هرگز شک نکن و بر حق و بر مسیر حق استقامت داشته باش. ولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. خب
بعد از اینکه الله عزوجل در رابطه با یهود و اینکه یهود علم دارند به صداقت رسول الله یا به حقیقت قبله، اکنون الله تعالی حکمت تحویل قبله را بیان می فرماید که این که قبله تحویل بشه، شما یک قبله مستقلی داشته باشید، این طبیعیه، این بدیهیه. شما یک امت مستقلی هستید، لازم نیست که شما حتما از قبله اونها چی بکنید؟ تبعیت بکنید. ولکل وجهة، لکل ای لکل امت، برای هر امتی جهتی هست، برای هر امتی قبله هست. وجهتون اینجا به معنی قبله هست. هو مولیها، که اون امت رخ خودش را به طرف او برمیگردانه، به طرف اون قبلهش. فاستبقوا الخیرات، پس وقتی که مسئله اذا کان الامر كذلك، وقتی که این چنین هست، شما به سوی خیرات بشتابید. یعنی چه؟ یعنی مسئله قبله وقتتون را با این ضایع نکنید. کارهای مهمتری دیگری هستند، کارهای خیر دیگری هستند که در اونها بشتابید، از هم دیگر پیشی بگیرید. اما مسئله قبله خب اون دستورش صادر شد. لذا اینما تکونو، این تخویف اخروی هست. خداوند می فرماید ببینید، مواظب باشید، یک روزی در محضر الهی و در دادگاه عدل الهی شما میایید، حاضر میشید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خداوند شما را می آورد، همگیتان را. ان الله علی کل شیء قدیر، علت این هست که الله عزوجل بر هر چیز قادر است، بر هر چیز تواناست. لذا شما باید در کارهای خیر از هم دیگر پیشی بگیرید، وقتتون را با مسئله قبله ضایع نکنید. و من حیث خرجت، خب اینجا الله عزوجل حکم سفر را بیان می‌فرماید. اونجا حکم حضر بود. خب اونجا در مدینه طیبه دستور دادن که به طرف بیت الله. آیا اگر جای دیگه بودند، به ملک شام رفتند، به ملک یمن رفتند، باز هم به طرف بیت الله. و من حیث خرجت بنویسید حکم سفر. الله می‌فرماید و من حیث خرجت فول وجهک، هر جا که شما خارج شدید، فول وجهک، برگردان چهرهت را، شطر المسجد الحرام، جانب مسجد حرام. و انه للحق من ربک، بدرستی که این حکمی که خداوند دستور میده، للحق من ربک، حق هست از جانب رب، این حکم تحویل قبله به طرف بیت الله. وما الله بغافل عما تعملون، نیست الله غافل از اعمال شما، از عمل کرده شما. الله میدانه شما چی میکنید. و من حیث خرجت، باز هم تکرار. چرا تکرار؟ چون که اینجا تحویل امت را عطف میفرماید بر تحویل رسول الله، به این خاطر به خاطر امت دوباره ذکر میشه. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، هر جا خارج شدی ای رسول الله، برگردان چهرهت را، رخت را به طرف مسجد حرام. و شما امتی ها، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما بودید برگردانید چهرهایتون را، شطره به طرف مسجد حرام. چرا؟ این علت برای چی هست؟ لئلا یکون للناس علیکم حجه، بنویسی علت، تاکه نباشد برای مردم، لئلا یکون للناس، نباشد برای مردم، علیکم حجه، بر شما حجتی، مردم بر علی شما حجت داشته نباشند، مدرک داشته نباشند. چرا؟ چون که عرض کردم در توراتشان بود که آخر الامر قبله چی میشه؟ تحویل میشه. عنایت بفرمایید علامه آلوسی اینجا نوشته المنعوت فی التورات، اون صفتی که در تورات بود، قبلته الکعبه، اینجور حجت میگرفتند که در تورات
آمده که قبله این پیغمبر الکعبه هست، لا الصخره، نه صخره، نه بیت المقدس. و هذا النبی یصلی الی الصخره، اما این پیغمبر به صخره نماز میخواند. فلا یکون النبی الموعود، پس این نبی موعود نیست. اگر شما تحویل قبله نمی کردید این اعتراضات بر شما چی میشد؟ وارد میشد. پس الله می فرماید لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که نباشد برای مردم بر علیه شما حجتی نباشد. مردم مراد از مردم یهودیان هستند. الا الذين ظلموا، اینجا این استثناء منقطع هست. الله می فرماید لکن کسانی که ظلم کردن اونها اعتراضشون را دارند. ببینید بعضی ها مریضند، مریضی دارن، به هر صورت باید اعتراض بکنند. راست بری هم اعتراض میکنند، کج بری هم اعتراض میکنند. اگر شما به طرف بیت المقدس نماز میخواندید هم اعتراض میکردند، الان که به طرف بیت الله میخوانی هم اعتراض میکنند. الان هم هستن مریضانی که انسان به هر صورتی عمل بکند اعتراض خودشون را خواهند داشت. الان یک گروهی از یهودی ها بقیه که دهنشون بسته شد نتونستن اعتراض بکنن، چون که تحویل قبله حسب پیشگویی تورات انجام گرفت. اما یک گروه گفتند که ببینید این پیغمبر چه تعصبی دارد نسبت به شهر خودش، دلش تنگ شده برای شهرش، الان به طرف شهرش نماز میخواند. نگران نباشید، بعد از چند ماه میره دیگه، از اینجا یثرب را ترک میکنه، مدینه را ترک میکنه، میره، شما راحت بشید. چون خیلی دلتنگ شده، اول به طرف بیت المقدس نماز میخوان، الان به طرف مکه نماز میخواند. الله اشاره میکند الا الذين ظلموا، مگر کسانی که ظلم کردند، منهم، از آنها، فلا تخشوهم واخشونی، شما از آنان نترسید، از من بترسید. فلا تخشوهم واخشونی، شما نترسید از آنها. ببین اهل حق هم به مسیر حق ادامه بده، از اعتراضات مردم هراسی داشته نباشه، از خدا بترسه، از مردم نترسه. مردم هرچی میگویند بگویند، ولی فقط شرطش اینه که مسیر حق باشد. الله می فرماید فلا تخشوهم واخشونی، شما از آنان نترسید، واخشونی، از من بترسید. ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این لأتم عطف بر لألا، لألا یکون للناس. لألا علت چی بود؟ علت تحویل قبله بود. خداوند فرمود ای پیغمبر جهتت را به طرف قبله بگردان، لألا یکون للناس علیکم حجه، تا که مردم بر شما حجتی داشته نباشند، بر علیه شما مدرکی داشته نباشند. ولی اتم، علت دیگر، تا اینکه نعمت من بر شما تکمیل بشه. تکمیل نعمت در چی بود؟ در جهت بیت الله بود، در استقبال به کعبت الله بود. لذا الله می فرماید ولی اتم، تا که تمام کنم بر شما نعمتم را، نعمتی علیکم بر شما، ولعلکم تهتدون، تا که شما هدایت یافته بشید، بیایید بر مسیر هدایت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، این مفعول مطلق لأتم هست، اصل صفت است برای مفعول مطلق. لأتم اتماما کما ارسلنا فیکم، یا اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، تا اینکه ای امت، آخرین خطاب به امت بود، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، ای امت مردم بر علیه شما حجتی داشته نباشند و همچنین من خدا نعمت خودم را بر شما تکمیل کرده باشم، مثل اون نعمت ارسال رسول. ببین خدا خیلی نعمت و انعام داره بر ما.
یکی از نعمتهایش تحویل قبله هست. به ما دستور داد که به بیت الله نماز بخوانیم موازی کعبه الله. یکی دیگر از نعمتهایش چی هست؟ چنان پیغمبر مهربانی برای ما فرستاده. پس کما ارسلنا صفت است برای مفعول مطلق اتمه، لاتم اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، من نعمتم را تکمیل بکنم مثل نعمت اتمام رسول. لذا الله می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا، همان گونه که ما فرستادیم در میان شما رسولی منکم، از شما، منکم بنویسید دلیل بشریت رسول یا بشریت رسول. این رسول فرشته ای نیست، منکم از شما بشر انسان. اما صفات رسول، اینجا الله عزوجل 5 صفت برای رسول بیان کرده که 5 وظیفه هستند، 5 تا مسئولیت پیغمبر هستند. 1 یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت می کند، آیات ما را بر شما تلاوت می کند. 2 و یزکیکم، شما را تزکیه می کند، شما را پاک می کند، شما را از ناملائمات، نابرابری ها شما را چی می کند؟ تزکیه می کند. 3 و یعلمکم الکتاب، شما را کتاب تعلیم میده. اول تلاوت هست، اینجا تعلیم هست، یعنی مفاهیم کتاب را، مسائل کتاب را، مراد کتاب الله را برای شما چی می کند؟ بیان می کند. والحکمه، و همچنین حکمت قبلا خواندیم یعنی چی؟ سنت، یعنی تشریح کتاب الله، تفسیر کتاب الله به وسیله چی هست؟ سنت رسول الله. و 5 و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمام دین را به شما آموزش میده. و یعلمکم، تعلیم میده شما را، ما لم تکونوا تعلمون، آنچه که شما نمیدانستید. ببینید این آیه قبلا هم شما خواندید، اما اونجا خواندید و یعلمکم الکتاب والحکمت و یزکیکم، تزکیه بعد از تعلیم آمد، اینجا تزکیه قبل از تعلیم آمد. تزکیه یعنی اصلاح، یعنی انسان از نابرابری ها، از گناه، از معاصی شستشو بشه، دست بکشه، خودش را اصلاح بکند. لذا آیا تزکیه مقدم است یا علم؟ ببینید این ترتیب و تقدیم کیف متفق نیست، یعنی همینطور اونجا اون مقدم شده اینجا این مقدم شده، نخیر. بلکه الله عزوجل یکی از دلایل این است که الله تعالی اهمیت را بیان می‌فرماید که هم علم خیلی مهم است، هم تزکیه خیلی مهم است. علم جای علم مهمتر است در جای چی؟ تزکیه. اولا یکی از دوستان سوالی هم نوشته بود که آیا از این تزکیه و زکیکم میتونیم تصوف را ثابت بکنیم؟ اگر تصوف صحیحی باشد، که متاسفانه تصوف را بدنام کرده، تصوف غلط. خیلی از افراد هستن به نام تصوف چی میکنن؟ سوء استفاده میکنن. اگر تصوف صحیحی باشد، این عین دین هست. چون که تصوف یعنی چه؟ تصوف یعنی تزکیه، یعنی اصلاح، یعنی از گناه دوری کردن، یعنی به شریعت پایبند بودن، یعنی به ذکر و به یاد خدا و به تلاوت قرآن، به شب و به نوافل و مستحبات و فرائض و واجبات پایبند بودن. این عین دین هست، عین مطلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس یک جا علم مقدم است، یک جا تزکیه مقدم است، یعنی اینها اهمیتشون برابره. و بلکه من عرض میکنم برابر حتی نیست، تزکیه مقدم تر است. چرا؟ چون این آیه 4 جای قرآن مجید آمده، در یک جا یعلمکم الکتاب، اینجا علم مقدم است، در بقیه جا 3 جای دیگه تزکیه مقدم است. 3 جای دیگه چی؟
تزکیه مقدم هست. امام مالک رحمه الله می فرماید من 20 سال در خدمت استادم ربیعة الرأی بودم، 2 سال علم یاد گرفتم، 18 سال من تربیت شدم و تربیت یاد گرفتم. لذا علماء ما، قدما و سلف صالح ما خیلی به تزکیه و تربیت اهمیت میدادن، ولی متاسفانه امروز اهمیتی نیست. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که شما را تزکیه بکند، پاک بگرداند. از چی؟ ببینید از بزرگترین گناه شروع میشه. اول تزکیه از شرک است، از شرک شما را پاک بگرداند، از کفر و نفاق شما را پاک بگرداند، از کبائر شما را پاک بگرداند، هلم مجرا تا صغائر، از همه ناملائمات و نابرابری ها شما را چی بکند؟ پاک بگرداند. پس اهمیت تزکیه در قرآن مجید بیشتر آمده حتی از علم. ولی خب معنیش این نیست که تزکیه بدون علم باشد. ببینید هر 4 جا اینها با هم آمدند. معنیش اینه که تزکیه بدون علم ناقص است و علم بدون تزکیه هم چی هست؟ ناقص است. علم اگر باشد همراه با تربیت باید باشد، همراه با اصلاح نفس باید باشد. و اگر تزکیه هم باشد تنها بدون علم انسان را به همین تزکیه که عرض کردم، تزکیه‌ای که مردم را منحرف کرده میکشاند. اکثر کسانی که در تزکیه به انحراف رفتن علتش بی علمی هست، جهل هست، نادانی هست. پس همراه با تزکیه هم باید چی باشد؟ علم باشد. خیلی ها هستن میگن که علم طریقت فرق میکنه با علم شریعت. الا از یعلمکم، اگر ما بگیم علم شریعت ثابته، از یزکیکم علم طریقت، ولی اینها هیچ فرقی با هم ندارند، متمم و مکمل هم دیگه هستند. هیچ جایی نیست که طریقه باشه بدون شریعت، نخیر. طریقت در بس باید در اختیار شریعت باشد و شریعت هم هر جا همراه با چی باشد؟ طریقت باشد. بس ببینید شما یک جا پیدا کنید قرآن که تزکیه را بدون علم آورده باشد. لذا الله می فرماید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس وقتی که خداوند این همه نعمت و احسان بر شما دارد، تحویل قبله، رسول مهربان، که رسول مهربان با چه برنامه‌های زیبا 5 صفت برای رسول بیان شد، اکنون 5 وظیفه و 5 مسئولیت برای شما امت چی میشه؟ نوشته میشه. 1 فاذکرونی اذکرکم، شعبه اول، مسئولیت اول ذکر. اما ذکر خدا با چی؟ بنویسید بالطاعت و الدعاء. خدا را یاد کنی با طاعت، نه اینکه با عرض کنم که فقط ذکر خدا بدون طاعت. یک کسی بود میگفت که با کسی کار داشته که بظاهر در مسیر تزکیه بوده، همین نوع افراد تزکیه را بدنام میکنن، طریقت را بدنام میکنن. میگه ما مجبور شدیم به خاطر اینکه یک ملکی را ببینیم به مشهد بریم. یه مسئله معامله به هر حال بازاری بود. اونجا که رفتیم مشهد، 2 شبی که با هم بودیم، این آقا تسبیح به دستش بود و همش تسبیحات میکرد. وقت نماز آمد من گفتم نماز، گفت شما نمازت را بخوان، با من کار داشته نباش. میگه 2 روز که با هم بودیم یک نماز هم نخوند، فقط ذکر. ذکر به این معنی نیست. فاذکرونی بالطاعت و الدعاء، شما مرا یاد بکنید با طاعت و دعا. نماز خودش بزرگترین ذکر هست. در نماز هم تسبیح هست، هم قرائت قرآن هست، هم دعا هست، هم نیایش هست. لذا فاذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد بکنید، بنویسید بالطاعت و الدعاء، اذکرکم بالثواب والاجابه. من خدا شما را یاد میکنم با چی؟
پاداش می شما میدم، اجابت دعایتون میکنم. واشکروا لی ولا تکفرون. دوم مسئولیت یا وظیفه دوم شکر خداوند عزوجل. واشکروا لی، شاکر خداوند باشید، ولا تکفرون، ناسپاس نباشید. شکر نعمت ها هم عبادت خداست، هم طاعت و بندگی خداست. ذره ای سرپیچی نکردن از حکم خدا، این خودش شکر است. خب شکر زبانی داریم، شکر عرض کنم که بدنی داریم. شکر زبانی هم ذکر و یاد خدا و الحمدلله گفتن هست. شکر بدنی اینه که انسان تمام اعضایش جوارح هست در اختیار رب باشد، گناه نکنه، معصیت نکنه، طاعات را واجبات را بجا بیاورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين